بریم با هم دیگه رژ لبای ترندی رو رتبه بندی کنیم. کراست لیپس، لبای ترک خورده، خیلی بده، اصلا دوست ندارم همچین چیزی رو. انگار یه دختر به زیبایی خودش اهمیت نمیده. فیری لیپس یعنی لبای پریا، اینو دوست دارم، بد نیست، خیلی باحاله. 6. او اینو دوست دارم، اینو میذارم 2، خیلی دوستش دارم. کراستی لیپس رو اووردی دیگه، نمیخوام ببینمش. رژ لب مات خیلی دوست دارم، به نظرم این از همش بهتره. گلاسی لیپس اینم دوست دارم، میذارمش 3. گرانج لیپس اینم باحاله، خیلی جالبه. آمبره هم بد نیست، فقط اون کراستیه بد. گلیتر هم بد نیست، فقط غذا خوردنی اذیت میکنه. و لبای اینجوری چی بهش میگن؟ اکلیل که نمیگن، جمز میشه، الماس، لیپ جمز، نمیدونم معنیش چی میشه. بلینگ بلینگی، برق برقی. شما اگه میدونین تو کامنت ها برام بنویسین.